السلام علیکم بینندگان عزیز، این لحظه برنامه اطلاعاتی اخبار منظوری شما میگردد. در استودیو با شما شاهده عبدالرؤوفه. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده ضمن سفری کاری به ناحیه دیوشتیچ از وضع اپیدمیولوژی و فعالیت و خدمترسانی طبیبان در مؤسسه‌های تندرستی به اهالی آگاهی پیدا نموده. در ناحیه ستاد دائم عمل کننده با اشتراک متخصصان و کارشناسان اوید به پیشگیری پهنشوی بیماری‌های سرایتی برگزار نمود. ضمن سفر کاری خود رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده از فعالیت مؤسسه‌های گوسپیتالی و کمک اولیه طبی ناحیه دیوشتیچ دیدن نموده قید کرد که سالمی ملت در دست هر نفر کارمند تندرستی میباشد و طبیبان و همشیره‌های شفقت باید با مسئولیت بلند از پی خدمت رسانی خوب و با صفت و سری وقتی باشند. رئیس ولایت به طبیبان تحفه پیشوی معظم ملت را از قبیل کارجامه و نقاب، دستپوشک، عینک، موادهای آنتی سپتیکی و گیپاخلورید ناتری سپرده از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برای رساندن خدمت طبی در این روزهای مشکل تشکر گفت. بیماری‌هایی که با بیماری کرونا ویروس مانندی دارند نیز در قلمرو ناحیه با 78 عدد به قید گرفته شد که از بین آنها الکی 69 نفر با عاقبت اینکه صحت شوی به خانه جواب داده شد و باقی مانده در حال در بیمارخانه 9 نفر بیماران در زیر نظارت و زیر طبابت قرار دارند. باید همین را تاکید کنم که همه کارمندان طب برای تیاری و برای آماده نمودن گویم که ساحه‌های تندرستی یک چند کارها را به سامان رساندن، از آن جمله در ناحیه استاد دائم عمل کننده فعالیت میبرد که این در زمینه این استاد همه گویم که طبیبان، همه کارمندان میان ساحه جلب کرده شده است و بریگادهای زود عمل که برای طبابت بیماران گویم که تاسیس داده شده است خدمت خود را رسانده شدند. خرسندی و آور از آن است که همین خدمت، همین فعالیت کارمندان طب را باز هم ما را روح بلند کرده شده است. دستگیری از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ما امام علی رحمان که برای کارمندان طب مواد خوراکه که به همه آن کارمندایی که سهم خود را گذاشتن دسترس کرده، تقسیمات کرده شد و این چنین داروری‌های گویم که یاری اولینی که برای همه بیمارا هست آورده دسترس کرده برای بیماران رایگان تقسیم کرده شده است. امروز برای باز کارمندان طب یک روحی نو بخشید که خود رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده تشریف آورده همه کارمندان را روح بلند نمودند و با موادهای هم دارویی و هم موادهای محافظتی ما را دستگیری نمودند که برای با حکومت جمهوری با حکومت ولایت مناداری تمام کارمندان طب را میرسانم که ما را در همین روزهای وزنین دستگیری کرده شدند. بعداً ستاد دائم عمل کننده برگزار گردید که در آن رئیس ناحیه مذکور با معاونان، طبیبان و متخصصان بخش‌های تندرستی، مقامات قدرتی، رئیسان جماعت و دهات‌ها اشتراک نمودند. رئیس ولایت قید کرد که برای سالمی جامعه هر نفر باید سهمگذار باشد. گزارندن کارهای پروفیلاکتیکی و ترغیب و تشویق طرز حیات سالم این تنها وظیفه دکتران نیست. رئیس ناحیه دیوشتیچ قید نمود که امروزها تمام مؤسسه‌های تندرستی ناحیه با داروهای ضروری و موادهای بی‌ضررگردانی تامین می‌باشند. برای خدمت رسانی کمک اولیه طبی باشد نقلیات مخصوص جدا نمودند. همچنین کارهای بی‌ضررگردانی در خانه و کوچه‌ها و انشاءات‌های حیاتاً مهم گذراندند و در حدود ناحیه رجای نقابی رعایت می‌شود. همچنین قید گردید که به کارمندان تندرستی ناحیه تحفه‌های پیشوای معظم ملت دسترس کردید. رهبر مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه قید نمود که برای فرا گرفتن ساکنان و دوره کارانتینی یگان مشکلی ندارند. رهبر خدمات نظارت دولتی تندرستی ولایت سوخت قید کرد که داروهای ضد ویروسی و طبابتی به ناحیه وارد کرده شده است و در انبارها نیز ذخیره دارند. سردختور ناحیه دیوشتیچ قید کرد که تمامی دانشجویان برگشته را نیز از تحلیل گذرانده در دوره کارانتینی خانگی قرار دادند. رئیس ولایت به متصدیان سپارش داد که در یکجایی با آموزگاران فن‌های فیزیک و شیمی بیولوژی، نمایندگان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ، رئیسان جماعت و دهات‌ها همکاری نموده برای پیشگیری نمودن پهنشوی بیماری کرونا ویروس همه امکانات‌ها را استفاده برند. رئیس ولایت از کشاورزان ناحیه دایر به کشتی بهاری و صبرانو استفاده بردن زمین‌های حدود ناحیه پرسان شد. رهبر بخش کشاورزی قید نمود که 36000 گکتار در اختیار دارند و بیش از 80% کارهای کشت و کار به انجام رسانیده شده است و باقی مانده تا سنه 10 ایون نقشه را 100% اجرا می‌کنند. رئیس ولایت همچنین قید کرد که برای صادرات نیز محصولات کشاورزی را آماده نمایند. کشتی کارتوش که باشد در ناحیه در عرفه
انجامیابی میباشد. کشاورزان ناحیه با استفاده از باد و هوای مساعد همه روزه به صحرا برآمده از پی انجام دادن کارهای باقی مانده میباشند. ادامه سفر کاری رئیس ولایت سوق به ناحیه دیوشتیچ در برنامه‌های دیگر پیشکش می‌شود. با دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در این سفر کاری رئیس ولایت جوانان امکانیت‌های محدود داشته را عیادت نموده با آنها تحفه‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را بخشیده به روز جوانان سپارید. ضمن سفر کاری خود رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده به ناحیه دیوشتیچ قبلا جوانان امکانیت‌های محدود داشته ناحیه را عیادت نموده قید کرد که شخصانی برجا مانده و یک و تنها امکانیت‌های محدود داشته همیشه زیر غمخواری و مهربانی دولت و حکومت میباشند. رئیس ولایت همچنین قید نمود که با دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همه جوانان امکانیت‌های محدود داشته کشور در روزهای عید جوانان عیادت کرده میشوند و تحفه‌های مالی و اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس میشوند. گلرو ابراهیمова ساکن همین ناحیه 15 ساله میباشد و امکانیت‌هایش محدود. در خانه با پدر و مادر و دیگر اعضای عائله زندگی میکند. از خورده طبیبان تشخیص طبابت نشونده گذاشتند و گفتی مادرش مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیوی و ولایتی در همه عید و ایام به عیادتش میآیند. شاهین بدل و نیز ساکن ناحیه دیوشتیچ میباشد. 12 ساله است و امکانیت‌های محدود دارد. در عائله 4 فرزند میباشند. 3 برادر و خواهرش سالم. رئیس ولایت به این نفر نیز تحفه‌های پیشوای معظم ملت را سپرده با روز عید جوانان تبریک نمود. باید قید نمود که پدر و مادر شاهینه در زمین نزد حوالگی مهنت کرده زندگیشان را پیش میبرند. نماینده تندرستی ناحیه قید نمود که شروع از روزی به قیدگیری بیماری کرونا ویروس در حدود کشور با عائله‌های نیازمند و یک و تنها امکانیت‌های محدود داشته و پیران روزگار دیده مواد پیشگیری کننده آنتیسپتیک و نقاب و داروهای ضد ویروسی از حساب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیچ تقسیم کرده شده است. تطبیق یک قطار امتیازهای دولتی که از جانب دولت و حکومت جمهوری برای فعالیت صاحبکاری پیشنهاد میشوند یکی از عامل‌های رشد صاحبکاری در مملکت به حساب میروند. نوابسته از وضع امروزی صاحبکاری مسئولین مرکز و نقطه‌های سودا عزم دارند در سمت تامین ساکنان با مال و محصولات گوناگون و غنی‌گردانی بودجه دولت سهم گذارند. تطبیق با ثمر سیاست کشاورزی، استفاده مقصدناک هر پاره زمینی کارم همه شکل‌های خواجگیداری از جمله زمین‌های نزدی حوالگی که از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها تاکید می‌یابد در ولایت سوق عملی می‌گردد. همه ساله زیاد شدن میدان کشت و استحصال زراعت‌های کشاورزی مثلا کارتوشکا و پخته با نقشه‌گیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق در یک جایگی با مقامات اجرایی شهر و ناحیه‌ها و بخش‌های کشاورزی است که امروزها حاصل بروقتی انواع سبزیجات و میوه‌جات پخته رسیده باعث فراوانی بازار استعمالی و تا اندازه پست رفتن ارزشی محصولات غذایی اول گشته است. که این را میتوان مثلا در یکی از مرکزهای بزرگ سودای ولایت بازار پنجشنبه مشاهده کرد. سبزیجات بروقتی پیاز، کارتوشکا، سبزی، شلغم، لبلبو، کرم، پومیدور، بادرینگ، قلمفوری بلغاری و میوه‌جات در بازار خیلی فراوان و با نرخ نسبت به ماه‌های قبلی ارزان پیشنهاد ساکنان و اهالی است. مثلا اگر پیاز در ماه‌های پیشین از 3 تا 4 سومانی، کارتوشکا از 10 تا 15 سومانی ارزش داشت، الحال این نوع محصولات نیازی هر روزه از جمله پیاز از 1 سومن و 50 درم تا 1 سومن و 65 درم، کارتوشکا تا 6 سومن و 25 درم، 6 سومن و 50 درم ارزش دارد و اهالی وابسته به طلباتشان از سبزیجات و میوه‌جات خریداری می‌نمایند. میوه‌های شهرداری تاجیکستان، گیلاس، آلوچه، زردآلو و توت نیز خیلی فراوان است و مردم با استعمال سبزیجات و میوه‌جات تر و تازه استحصال خودی که در این شب و روز طبیبان استعمال معیاری آنها را توصیه می‌دهند می‌توانند مسئولیت را بلند بردارند و از راه‌های مقاومت ارگانیسم انسان بر ضد همه گونه بیماری‌های سرایتی است. طبق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در اساس بازدیدهای کاری رئیس ولایت سوق از بازار و مرکزهای سوداست که از جانب جمعیت و بخش‌های صاحب ارزش مال و محصولات تحت نظارت قرار داشته همزمان چاره‌بینی‌های ضد ویروسی و اپیدمیولوژی تقویت می‌یابند. در درآمدگاه بازار از دو جانب گذرگاهی مخصوصی با محلول خلور آمیخته شده گذاشته شده، وارد شوندگان دستانشان را با محلول‌های آنتیسپتیکی می‌شویند و حرارتشان با استفاده از واسطه‌های معاصر تپلویزر سنجیده می‌شود.
زیرا این طرز و اصول نگهداشت گیگینه شخصی را متخصصان و طبیبان توصیه و دستور میدهند. همه فروشندگان که صفی آنها پس از کاهش موقتی باز زیاد می شود با نقاب‌های محافظتی تامینند و محلول‌های آنتیسپتیکی دارند. البته اویدی وضعیت بازار امروزها گفته میتوانیم که بعد از به انجام رسیدن ماه شریف رمضان وضعیت بازار معتدل گشته ایستاده است. روز از روز پیش از این بیماری و پیش از ماه شریف رمضان تخمینا در داخل بازار 600 نفر فعالیت می‌بردند. امروزها باشد 200 نفر 220 نفر از سنجش‌های ما برمی‌آید که 200 نفر 250 نفر سودا کرده ایستادند و روز از روز زیاد شده ایستاده است صفی صاحبکاران و در بازار تمام محصولات نیاز اول امروز فراوان می باشد و اوید پیشگیری این را گفته میتونم که هر روز همه روزه ما از جانب کارمندان بازار ماموریت بازار کارهای فهماندهی گذرانده ایستادیم. صاحبکاران را آگاه کرده ایستادیم که به نقاب طبی و به محلول‌های آنتیسپتیکی فعالیت نبرند. هنگام معاملات با خریداران مسافه‌ای که مرکز سلامتی و وزارت تندرستی موافقه کرده است آن را توصیه داده است رعایت نمایند و همه روزه در بازار ما خودی کارمندان بازار اویدی پیشگیری های این نوع بیماری کرونا ویروس کاربری نموده ایستادیم. در جمعیت و بازارهای دیگری سودا و تجارت نیز چنین طلبات و قاعده ها را اجرا نموده از فروشندگان و خریداران رعایت مسافه بین همدیگری گیگینه شخصی و سانیتری را تقاضا می نمایند و همه روزه در این سمت چاره‌بینی های تشویقاتی و ترغیباتی به واسطه بلندگویک ها براه مانده شده است. زیرا سلامتی هر شخص در دست خود او می باشد. برای بهتر نمودن حالت آبرسانی با دستگیری رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت به اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه جبو رسولов مجموعاً 3 میلیون و 300 هزار سومانی مبلغ جدا کرده شد. اجرای تدبیرهای سری وقتی در سمت آبرسانی امکان می‌دهد که میدان کشت محصولات کشاورزی وسیع و حجم استحصالات افزایش یابد. در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده به مسئله از خودکنی ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌ها کشت محصولات کشاورزی و آبیاری آنها در شهر نویای ولایت سوق اعتباری اولین درجه داده می شود. مثلا با دستگیری رئیس ولایت از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق 300 هزار سومانی برای آبیاری زمین‌های موضع رخک و 3 میلیون سومانی برای بهتر نمودن حالت آبرسانی در پایگاه آبکشی دهمای یک نوعی جبار رسولов جدا کرده شده. با این وسیله 2 دستگاه آبکشی، 1 کرن باربردار و دیگر لوازمات ضروری خریداری کرده شد که اقتداری 2 دستگاه آبکشی مجموعاً 2600 لیتر آب را در یک ثانیه دارند. در اساس دستور سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم امامعلی رحمان امروز من مواد 2 محرک برقی با تمامی تجهیزاتش من مواد دسترس شد ده واسه دستگیری رئیس ولایت کده. این اگریگاتو قریب که 15 سال اسی در پایگاه آبکشی دهما یک نبود. امروز من دیده استان که اگریگاتو علاقه واسه کرده ایستادیم. این اگریگات بهترین نشمی که نسبت دیگر اگریگاتی پیشتر آب زیادتر میتیان غیر از وای هم برق کمتر استفاده میبرند. پیشتر اگریگات روغن ببید پچینیکای بسیار میبرفت قریب که در یک شبانه روز قریب 2 لیتر مسئله میبرفت. این اگریگات هم برق کم میخورد و هم کارش نغز است، آب بسیارتر میتیاد. امروز ما گفته میتوانیم که علاقه 3000 گکتاری که زمین ها مسئله آبش تنقیصی بود از حل مسئلهش حل میشد. طور اطلاع داده شد این زمان در ناحیه جبار رسولов 9 پایگاه آبکشی موجود می باشد که با واسطه آنها 12500 گکتار زمین ها آبیاری می گردند. دستگاه تجهیزات وارد گردیده استحصال جمهوری مردمی چین بوده در آن روغن های مالیدنی استفاده نمی شود و از جهت صرفه نیروی برق نیز افضلیت خوب دارد. تامین سری وقتی با آب پالیزی در ناحیه جبار رسولov امکان داد که میدان کشت محصولات کشاورزی وسیع کرده شده و این وسیله حجم استحصالات نیز افزایش یابد. مثلا سال جاری کشاورزان نوعی جبار رسولov تصمیم گرفتند که در مساحت 1100 گکتار شالی کشت نمایند. تا به این دم در مساحت 550 گکتار شالی کشت کرده شده است و کارها در این سمت ادامه دارند.
майдони асосӣ ва мавзеи хуб барои парвариши шолӣ ин заминҳои ҷамоатҳои деҳоти деҳмой ва гулхона дар ноҳияи ҷабор расулов мебошад. соли ҷорӣ мо дар асоси барномаи пешбинӣ шуда 1100 гектар кишти шолӣ ба нақша гирифтем. ҳозир ҷараёни кишт давом дорад. ҳозир ҳама шоликорони ноҳия азм доранд ки бо тези шолӣ кишти шолия ба итмом расонида ҳосили дилхоҳ гиранд. дигар ҳама зироатҳои пешбинӣ шуда бо пурраги кишт карда шуд ва корҳои агротехникӣ парвариши онҳо идома дорад. ҳоло қисме аз деҳқонони ноҳияи ҷабор расулов маҳсулоти парваришнамудаи худро ҷамъоварӣ намуда дар шафади роҳҳо ба таври фаровон ба фурӯш гузоштанд. яъне онҳо тасмим гирифтанд ки баъд аз гирифтани ҳосили якум кишти такрории маҳсулотро ба роҳ монанд. инчунин дар ноҳияи ҷабор расулов коркарди байни қаторҳои пахта ва дигар корҳои саҳроӣ аз қабили ба тартиб даровардани дарахтони тут идома дорад. ба таъкиди мутахассисон дар ноҳияи ҷабор расулов 242 000 дарахти тут мавҷуд мебошад ки то ба ин дам 90% онҳо ба шакл дароварда шудааст. шохҳои дарахтони тут пеш аз ҳама ба муассисаҳои иҷтимоӣ барои зимистонгузаронӣ дода мешавад. мо ҳамин тутоя баргаши кирмак ба додем, баъдаш баргаши гирифта шохаши зада мактабба столовошба вайкара додем, мактабба детсадба. ҳамон вақт ба шакл дарорем, соли оянда ба ҳосилаш нағз мешад. қариб 1000 та 1200 та тута бар ин шакл ба даровардем. яъне ин ҳама тадбирҳои саривақтӣ имкон медиҳад ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ афзоиш ёфта садҳо нафар сокинон бо ҷойи кор таъмин гарданд. новобаста ба баргузор нашудани чорабиниҳои варзишӣ кормандони маҷмӯаи варзишӣ 20 солагии истиқлолияти тоҷикистон воқеъ дар шаҳри хуҷанд ҳамарӯза машғули кору фаъолият мебошанд. онҳо ният доранд ки то бартараф шудани бемории дунёгири COVID-19 ва оғоз шудани чорабиниҳои варзишӣ ин маҷмӯаи варзиширо ободу зебо нигоҳ доранд. маҷмӯаи иншоотҳои варзишии 20 солагии истиқлолияти тоҷикистон воқеъ дар шаҳри хуҷанди вилояти Суғд яке аз иншоотҳои бузурги варзишӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ аксарияти чорабиниҳои варзишии байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ ва вилоятию шаҳрӣ дар ин иншооти варзишӣ баргузор мешаванд. бо сабаби паҳн шудани бемории дунёгири COVID-19 дар саросари кишвар аз ҷониби ситод оид ба пешгирии паҳншавии коронавирус дар тоҷикистон баргузории чорабиниҳои варзишӣ муваққатан манъ карда шудааст ки ин ба хотири таъмини солимии сокинон мебошад. ба баргузор нашудани чорабиниҳои варзишӣ нигоҳ накарда роҳбарият ва кормандони ин маҷмӯаи варзишӣ ҳамарӯза дар кору фаъолиятанд. бинобар иттилои масъулини маҷмӯаи варзишии 20 солагии истиқлолияти тоҷикистон дар ин ҷо ҳамарӯза корҳои ободонӣ, сарсабзкунӣ ва тозанигаҳдорӣ гузаронида мешаванд то ин иншооти варзишӣ ҳамеша тозаи озода ва доимо омода бошад. барои касоне ки машқ мекунанд мо ҳама вақт омода ҳастем. ҳама майдонҳои варзишӣ доимо озода, тоза, тайёр. гарчанди ин касалиҳои сирояте ки ҳозир вуҷуд дорад божди ҳамон мо ҳама коргарони варзишгоҳ сарҷамона кор мекунем ва умед дорем ки ин касалӣ аз байн меравад ва ҳамаи варзишгарон боз ба корҳои худ машғул мешаванд. умед аст ин бемории дунёгир ба зудӣ аз байн меравад ва боз чорабиниҳои оммавии варзишӣ аз ҷумла чемпионати миллии мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ ва дигар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ оғоз мешаванду ҳаводорони варзишро дар ин макони барҳавои варзишӣ сарҷамъ менамоянд. маврид ба зикр аст ки ҳамарӯза махсусан субҳгоҳон сокинони варзишдӯст дар алоҳидагӣ дар ин ҷо машғули обутоби бадан мебошанд. варзиш махсусан тамрини бадан дар саҳаргоҳон барои пешгирии бемориҳои сироятӣ муфид аст, зеро бо хуб шудани гардиши хун фаъолияти узвҳо беҳтар мегардад ва иммунитети бадан зиёд мешавад.